میگویند که در باره خانه های اجاره یا اینکه ماشین های اجاره میگفتید، مثلا اگر خانه $40,000 باشد به اجاره دهی با مبلغ $200 ماهانه، در جمع $2,400 سالانه، از نرخ خانه زکات میدهی یا اینکه از نرخ فایده گفتین؟ یعنی خلاصه یک خانه داشتین نرخش 40,000، درآمدی که از خانه میگیرن در یک سال $2,400. بله، از نرخ خانه زکات نمیدهید. این خانه مادامی که برای همین خیلی تجارت باشد، خانه رو به اجاره داده، به اجاره آن شما مبلغ به دست می آورده باشید، به خودی مبلغ خانه زکات نمیدهید. یگان علما را نمیدانم که زکات را به عین خانه واجب گفته باشد، مگر این خانه اگر برای فروش باشد بعد زکات میدهید. اما این خانه برای فروش نیست، خریدید فقط به اجاره میدهید و با پول آن زندگی میکنید، به عین خانه زکات نیست. لیکن به پولی که مبلغی که از این آمد، اینم یعنی که گفته نمیشد که از همین $2,400 زکات دید نمیگوییم، بلکه میگوییم که هر یک انسان زکات ده در داخل یک سال یک روزی زکات دارد، در همان روز زکات میدهد. انا همان روز مالی نقد، پولی نقد، مالی که برای فروش پیشنهاد کردید، طلا نقره که دارید، همش جمع میکنید و حساب میکنید. اگر به نصاب رسد، یعنی به مبلغ 85 گرم طلا رسد یا به مبلغ 395 گرم طلا نقره رسد که $500 میشه، اگر به نقره حساب کنید، به طلا حساب کنید، اطراف $4,000 میشه. به همین مقدار پولتون رسد، 2.5 فایزش رو زکات میبرید در یک سال. یا مراد ببینید که هر یک مالتون رو علاوه حساب نکنید، همه مال رو حساب میکنید و از همش از مبلغ عمومی 2.5 فایز رو در یک سال یک مرتبه زکات میبرید. الله اعلم.